این مؤسسات علمی شما چیزای کوچکی نیست. اگر فعلا تعمیرهای شما کوچک است، اگر فعلا شاگردای شما کم است، اگر فعلا اقتصاد شما ضعیف است، مؤسسه علمی خواه او علوم عصری باشه خواه علوم دینی باشه در واقع یک کشور است. به اندازه اداره یک حکومت ارزش داره، به اندازه یک اداره یک حکومت زحمت میخواه، به اندازه یک حکومت او ثمره برای شما، شاگردای شما، ملت شما و تاریخ کشور او مفید واقع شد. یک مشکلی که من احساس میکنم در جامعه ما و شما و ما به عنوان یک مشوره میخوایم که همین طرز فکر تبدیل کنیم است که مراکز علمی ما خواه مراکز دینی است و خواه مراکز علومی است که یعنی علوم معاصره تدریس میکنه که اونا مقدس است، غیر دینی نیست. او صرف ما رو علوم دینی بگیم که بخش تخصصشان با قرآن و حدیث بیشتر است. اگر ما بیاییم ثمره مراکز علمی خود با وظایف دولتی و کارهای دولتی گره بدیم، بالفعل و در آینده با مشکل برخورد. برای ما برادرها گفتن که سال گذشته ما 25,000 محصل در شهر هرات داشتیم، فارغ التحصیل. 25,000 محصل. ما هر چی که کوشش بکنیم اینقدر جذب کرده به ادارات دولتی نمیتونیم، نداریم، گنجایش نداریم. ادارات تقریبا پر است، تقریبا، یعنی اگر پر هم نباشه به یکی دو سال که ما محصلین رو بگیریم پر میشه. لذا این مشکل کاریابی برای شاگردان تقریبا مشکل جهانی است. خب بحث به سر عرضه و تقاضا است. آیا ما همین قدر انجینر، همین قدر دکتر، همین قدر فرض کنید از هر رشته تحصیلی همین قدر اداره داریم یا نداریم؟ همین اداره محلی هرات گنجایش 25,000 نفر محصل داره یا نداره؟ من در امارات اسلامی افغانستان سخت طرفدار همین رقابت آزاد هستم، سخت طرفدار هستم. به رئیس اداره امور شیخ صاحب محمد انور سخت تاکید کردم که ما باید بستهای مسلکی بدیم با آدمای مسلکی، ویر میکنیم، ولی بستهای مسلکی ما گنجایش قدر مسلکی نداره. لذا ما با شما باید چیکار کنیم؟ عرض ما است که همین مشکل هم باید مراکز تحصیلات عالی حل کنن. یک مشکل در مقابل ملت و دولت که ما برای جوانای تحصیل کرده آینده چیکار کنیم. این مشکل رو باید شما حل کنیم. شما نخبه های مایم، شما نابغه های مایم، بیاییم که علم، بیاییم که تکنولوژی پیوست بدیم، گره بدیم به اقتصاد. اگر مراکز علوم دینی ماست، اگر مراکز علوم عصری است، بیاییم که همین علم رو گره بدیم به اقتصاد. یعنی خود فارغ التحصیل ما باید در کنار از اینکه او علوم یاد میگیره، علوم نظری، او به بحث عملی همه قدر قوی باشه که بتواند در همین بازار آزاد با دنیا مقابله کنه و از هنر خود چیزی بخوره. اگر زراعت است، اگر انجینری است، او باید بتونه از علم خود برای خود کسب معاش کنه. اگر هر فرم ما برای او یاد میدیم، هر طریقه میکنیم، هر عمل را انجام میدیم. لذا ما از برادرای ما، از دانشمندای خود میخوایم با یک همت بلند، با یک اراده بلند، با شاگردان خود، با اولادای معنوی خود کار آفرینی یاد بدیم. باید که شاگردان ما که از پانتون فارغ باشه همین قدر مسلح باشه که بتواند در همین دنیای نامرد، در همین بازار بیرحم، بتونه از علم خود نان به دست بیاره، بتونه از همون تجربه علمی که داره او با جهان مقابله کنه.